سلام. آره الان رسیدم. وای که من چقدر سال بدبخت شدم که باید هر ماه برم خونه مامانم یه مش وسیله به من بده که بچه‌ام از گشنگی نمیرن. باز شروع نکن. یه فکرایی تو سرمه که زندگیمون از این قضیه در بیارم. الان علی میاد دنبال تو راستی. اون کیفی که بهت گفت از رفیقم بگی رو گرفتی؟ امانت مردم آمینو. نه بابا حواسم هست. خیلی خوبه. اصلا چی توش هست که تو به خاطرش 10 بار تا الان بهم زنگ زدی؟ ای بابا 100 بار که یه حرفو نمیزنن، یه بار گفتم به دیگه. چند دست لباسو خرت و پرت تو کیفه. رفیقم می‌خواست بیاد اونجا، گفتم این همه راه نیاد تو بیاری. بعد کاری کردم. فقط مینو شبیه شیفتم. حواست به امانت مردم باشه، تکرار نکنم دیگه. نه بابا حواسم هست. نری سر وقتی کیف فضولی کنی. نه اصلا من چیکار به وسایل مردم دارم؟ من اینجا وایسادم تا علی بیا دنبالم. خداحافظ. چی میگی مامان؟ سلام مامان، بشین گرمه.